چیزی که جریان داره بسیار متفاوت از اوست و خب مسئله شخص دکتر صاحب به یک طرف، اما مسئله شورای عالی مصالحه که ارتباط میگیره چگونگیش با سرنوشت ما مردم و با این که در افغانستان در آینده هم جنگ باشه یا قتل و قتال و این چیزا باشه یا صلح که برای ما برای همه ما مهم است. این یک اقدام نادرست شد و تقریبا اگر گفته میتونیم که یک نوع سابوتاژ همین پروسه است. آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی است، شورایی که شما میگین سرنوشت ساز است در هر دو بحث جنگ و صلح. خاموشی آقای عبدالله باز هم تکرار میکنم معنا داره و باید فهمیده شود چیست؟ بله بسیار ما خب یعنی واقعا مثل ایست که در مورد خانه یک کسی تصمیم میگیره و حرف میزنه و خود از او خاموش باشه، چرا این مسئولیت بر از او سپرده شده و خوبی را بهتر است از خودشان پرسان بکنیم. اما گفته شما یک موضوع معنادار است. تشکر آقای خرم. بحث دوام روند با این وضع چقدر محتمل است؟ یعنی با همین ترکیب و همین اعضا در صورت برداشته شدن موانع فراراه آغاز مذاکرات میان افغانان گفتگوها آغاز خواهد شد و طرف طالبان همین ترکیب و همین اعضا خواهند بود؟ اینطور یک مسئله است که در واقعیت امر اگر ببینیم این صلح و تمام و جنگ افغانستان مسئله امریکایی است بیشتر. در اینجا کوشش به این است که این موضوع به تعویق انداخته شود، دراز شود، طولانی شود که انتخابات امریکا برسه. شاید در واشنگتن و در قصر سفید تلاشی باشه که سرعت بخشیده شود برای تا که برای رئیس جمهور ترامپ دستاورد باشه، در حالتی که در اقتصاد امریکا وضعیتش خوب نیست و او نمیتونه زیاد بالایش اتکا بکنه در انتخابات دیگه. به مسائل مثل که بین اسرائیل و امارات شد و مثل که صلح افغانستان، اینا را باید برخ مردم بکشانه دیگه. اوجا شاید عجله موجود باشه. بعضی گفته میشه بعضن که شاید در امی هفته که ما شما قرار داریم تبادله زندانیا به انجام برسه و در آخر هفته هیئت مذاکره کننده به دوحه بره و در هفته آینده مذاکرات را آغاز بکنه و ما ای را یقین کامل دارم که اگر امریکایی ها بخواین این کار میشه، چرا که اونا ما فکر میکنم که با فرانسه و استرالیا هم مشکل را شاید امریکایی ها حل بکنن و قرار برمی شاید شده باشه که او چند نفری که به قتل فرانسویا و استرالیا مجرم شناخته شدن اونا هم باید رها شوند. یعنی امریکا اگر بخواهد قسمی که در لوی جرگه گذاشته کرد و حتی اعلامیه های خود را توزیع کرد بالای اعضای جرگه، به همین ترتیب میتونه این مشکل را حل بکنه. یعنی یک احتمال همونطور موجود است که با همین ترکیب با همین شورا ولو که بعضی ها بیاین بعضی ها نبیاین، بعضی اشتراک کنن بعضی نکنن، اما این پروسه پیش بره. اگر امریکا هم میخواست که ای را طولانی بسازه یا طرح دیگه داشت، باز شاید اینمی برش یک بهانه شود که باز به تعویق بفته یا بیخی خراب شود یا طولانی شود به انتخابات امریکا نزدیک شود که باز با وقت کوتاه حل شود. تشکر. کوتاه‌تر آقای خرم، یعنی قطع رابطه و یا هم قطع همکاری یا نپذیرفتن عضویت از سوی شمار از چهره ها در شورای عالی مصالحه ملی بر کار این شورا زیاد اثرگذار نخواهد بود؟ نه، مشروعیتش بسیار متضرر می سازه و شاید علاقمندی طالبان را بسیار کم بسازه. تشکر. این چیزهای بسیار مهم است، اما اگر پشت از این مسائل باز زور امریکا بود، شاید باز با اینمی
ترکیب و با اینمی ماشین خراب کار باز به پیش برده شود و که باز نتیجهش چی بیرون میاد او یک موضوع دیگه است. تشکر آقای خرم، رئیس دفتر رئیس جمهور پیشین از حضورتان در برنامه.